نختم إذا مشاهدينا الكرام هذه التغطية مع تقرير خاص عن الشهيدة الطفلة زهرة برزكر التي شيع جثمانها اليوم مع والدتها الشهيدة مرضية عسكري في مراسم تشييع الشهداء. والدة الطفلة هي طبيبة معروفة واستشهدت وطفلتها إثر العدوان الإسرائيلي على طهران يوم الجمعة في 13 من حزيران. نحن نتابع مع مشاهدينا وإلى اللقاء. اینجا جاییه که بسیاری از خانواده ها برای وداع آخر با عزیزانشون به بهشت زهرا میان، جایی برای آخرین و تلخترین وداع ها. طی یک هفته گذشته 10 نفر از هموطنان ما در حملات وحشیانه اسرائیل به شهادت رسیدند. بسیاری از اونها زنان و کودکان بودند، بسیاری از اونها غیر نظامی بودند. اما تلخترین تصویر در بین این تابوت‌های کوچکی هست که قرار پیکر کودکان و نوجوانان بیگناه ما رو در آغوش بگیرند. آنچه که در 20 ماه گذشته در غزه اتفاق افتاده 1 هفته است که در ایران اتفاق می‌افتد. این تابوت‌ها قرار کودکان ما رو در آغوش بگیرن و برای آخرین وداع اونها رو به خانه ابدی بفرستن. Like